ویدیوی 3 میخوام در مورد نقاط طلایی صحبت کنم که خیلی خیلی زیاد زمانی که بیننده عکس شما رو میبینه میتونه اون پیام شما رو به بیننده بهتر برسونه و همچنین خیلی مهمه که اون قسمت های از عکس رو که خیلی مهم است و شما راحت میتونید در دید و در چشم بیننده قرار بدین. نقاط طلایی در عکاسی اون قسمت از کادر هست که خیلی خیلی تاثیرگذار است روی بیننده که ناخودآگاه چشمای انسان به اون قسمت از کادر هدایت میشه. اولین قسمت، اگه یک کادر لندسکیپ رو در نظر بگیرید یا یک کادر افقی رو در نظر بگیرید، عکس ما اگر این کادر رو در نظر بگیرید، زمانی که بیننده میخواد این عکس رو ببینه، اون ضربه درهایی که من توی این کادر مشخص کردم قسمت هایی است که چشم ناخودآگاه اول به این قسمت ها هدایت میشه و این قسمت ها رو میبینه، بعد چشم حرکت میکنه و قسمت های دیگه عکس رو میبینه. حالا اگر این کادری که شما میخواین از اون منظره یا اون شخص یا اون سوژه یا هر چیزی که میخواین بگید، اگر اون سوژه تک باشه، بهتره که در یکی از این قسمت ها قرار بگیره. حالا بستگی به جهت اون سوژه داره. اگه جهت سوژه رو به سمت راست باشه یا رو به سمت چپ باشه، جهت خود سوژه رو میگم، مهمه که سمت راست شما قرارش بدین یا سمت چپ قرارش بدین. مهم اینه که بک‌گراندتون خلوت باشه یا شلوغ باشه. زمانهایی هم هست که استثناءً بعضی موقع ما یه عکسایی میخوایم بگیریم که خاص باشه، سوژه رو در وسط عکس قرار میدیم، در وسط کادر قرار میدیم و اون هم باز تاثیر خیلی زیادی میتونه داشته باشه. ولی به صورت معمول این 4 ضربه دری که الان توی این کادر میبینین نقطه هایی هستن که این نقطه خیلی تاثیرگذار هستن. یعنی سوژه هاتون رو سعی کنید توی این قسمت ها قرار بدین. حالا نه زیاد به گوش های عکس هم نباید نزدیک باشه، باید یک توازنی داشته باشه و در این قسمت ها اون خطایی که از بالا به پایین کشیدم و از سمت چپ به راست یا به صورت عمودی و افقی من کشیدم و اینا اونجایی که همدیگر رو قطع کردن، دقیقا همون نقاط طلایی تشکیل میدن. خود این خطا هم نایه‌هایی هستن که بهشون خطوط طلایی هم میگن. یعنی کل این خط، کل این قسمت این کادر اون خطی است که خط طلایی هم بهش میگن و خیلی تاثیرگذاره موقعی که سوژه یا اون چیزی که شما میخواین عکس بگیرن در این منطقه ها قرار بدین، برای بیننده جذابتر و بهتر تو دیدشون میفته. اینم یک سایز کادر پورتریت هست که میتونید باز اون خطا رو من کشیدم که نقاط طلایی رو با ضربه در نشون دادم که برای زمانی که میخواین عکسای پورتریت هم بگیرید، این نقطه ها نقطه های طلایی هستن. مورد بعدی که میخواستم برای شما یادآوری کنم و خیلی مهم است، زمانهایی هست که شما یه عکسایی میخواین بگیرین که سوژه‌تون دوست دارین که خیلی فوکوس و خیلی شفاف بیفته، ولی پشت عکس، حالا میتونه پشت عکس منظره باشه، میتونه یک دیوار خیلی ساده باشه، میتونه هر چیز دیگه‌ای که میتونه باشه، میخواین اونو اصلا مات بیفته، میخواین فقط سوژه‌ای که شما دارین رو به صورت خیلی فوکوس شده در یک بک‌گراند مات بیاندازید. این کار با زمانی با این گوشی میتونین انجام بدین که سعی کنید بک‌گراندتون از اون سوژه که میخواین عکس ازش بگیرید خیلی فاصله داشته. یعنی حداقل 3 تا 4 متر حداقل باید فاصله داشته باشه. خودتونم هر چقدر نزدیکتر به سوژه بشید، تاثیر این که بک‌گراندتون مات بشه خیلی زیادتره. اگه شما دورتر از سوژه‌تون قرار بگیرید، هرچی خودتون از سوژه عقب‌تر باشید، بک‌گراندتون احتمال مات شدنش خیلی کمتره. درسته که از لحاظ سخت افزاری اون دیافراگم خود دوربین گوشیان تاثیر گذاره، ولی
در حالت عادی اگر همه گوشی ها رو ما بخوایم مقایسه کنیم و در نظر بگیریم، چیزی که خیلی مهمه فاصله سوژه از بک‌گراند. فاصله سوژه از بک‌گراند هر چقدر زیادتر باشه شما خیلی راحت‌تر روی سوژه فوکوس میکنید و بک‌گراندتون مات میشه. و هر چقدر شما و گوشی که توی دستتون دارین عکاسی میکنید و به سوژه نزدیکتر کنید، این باعث میشه که بک‌گراندتون مات بیفته.